با سلام به دوستان و همراهان همیشگی سایت سرمایه‌گان. من مهدی مرادی هستم، مدیر سایت سرمایه‌گان. امروز میخوام در خصوص نصب و راه اندازی نرم افزار پشتیبان اسکیول سرور که برای راه اندازی و انجام کارهای حسابداری با نرم افزار حسابداری نوسا خیلی لازم و ضروری هست، توضیحات رو خدمتتون ارائه بدم. امیدوارم که با فراگیری این مطلب خودتون در خونه یا در محل کار این نرم افزار رو به راحتی نصب کنید و ازش استفاده ببرید. همونطور که می‌بینید ما آیکون گال کارپنتر رو کلیک می‌کنیم، گزینه منیج رو انتخاب می‌کنیم، اینجا پنجره باز میشه، لوکال یوزر رو کلیک می‌کنیم، مجددا اونجا گزینه یوزر رو انتخاب می‌کنیم، بعد گزینه یوزر رو که انتخاب کردیم کلیک می‌کنیم، گزینه ادمنستریتور اینجا به واقع در دسترسمون هست، ملاحظه می‌فرمایید. اونو دوباره ما کلیک می‌کنیم، پنجره باز میشه، پراپرتیز می‌گیریم. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید اینجا ما باید تیک گزینه اکانت ایز دیزیبلد رو برداریم. بله، تیک رو برمی‌داریم، اوکی می‌کنیم. فقط توجه داشته باشید حتما باید سیستم عاملتون 7 آلتیمیت باشه. اینو خب به خاطر داشته باشید. حالا می‌خوایم بریم تست بگیریم ببینیم که آیا فرآیند رو انجام دادیم، کارمون درست بوده. لاگ آف می‌کنیم. بله، منتظر بمونیم. بله، الان سیستم عاملمون روی ادمنستریتور هم تنظیم شد. خب کلیک می‌کنیم روی اسکیول سرور، گزینه دوباره اسکیول سرور. خب حالا در واقع یکی از اسکیول سرور که متناسب با سیستم عاملمون هست، یا 32 بیتی یا 64 بیتی رو انتخاب می‌کنیم و اجرا می‌کنیم. بعد طی مراحل اجرا ملاحظه بفرمایید اینجا ما روی قسمت نیو اینستالیشن کلیک میکنیم. اینجا گزینه آی اکسپت رو کلیک میکنیم، نکست رو کلیک میکنیم. این مرحله اتوماتیک داره خودش انجام میشه، خود سیستم تیکا رو قرار میده در جایی که باید انجام بشه و حسب مورد. ما کاری نداریم توی این قسمت. دوستان توجه داشته باشید. باز نکست رو میزنیم. اینجا باید توی این پنجره گزینه دیفالت اینستنس رو لطف کنید تیکشو بزنید. اینجا گزینه سیستم رو انتخاب میکنیم و سپس کلید نکست رو میزنیم. خب بعد از طی مراحل نصب ما یه صفحه‌ای رو مشاهده میکنیم که اسکیول سرور به ما داره اعلام میکنه، تایید میکنه که مراحل نصب با موفقیت طی شده. بعد از این ما دیگه کلید کلوز رو کلیک میکنیم. برای همتون آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم که تونسته باشیم این کاری رو برای شما که مفید واقع بشه انجام داده باشیم. برای همتون آرزوی سلامتی میکنم. خدا نگهدار.